حتما در اولین استفادهتون در مخزن آب اونها از آب جوش یا آب داغ استفاده کنید تا به اصطلاح خودمون اتو آب بندی بشه، ولی در دفعات بعد میتونه از آب سرد یا آب تصفیه شده استفاده کنید. نکته دوم، به یاد داشته باشید هنگام استفاده از اتو دکمه بخار اون در حالت باز قرار گرفته باشه و بعد از استفاده اون رو در حالت بسته قرار بدید تا آب از کف اتو چکه نکنه. نکته سوم، هنگامی که اتو روشن میشه در ابتدا حرارت زیادی در کف اون جذب میشه. به یاد داشته باشید که به یک باره بر روی لباس قرار ندید. حتما چندین بار این دکمه بخار رو فشار بدین تا مقداری کفش خنک بشه و بعد اون رو روی لباس قرار بدین. نکته چهارم، برای جلوگیری از رسوب در قسمت خروجی‌های بخار کف اتو به میزان مساوی آب و سرکه صنعتی رو داخل مخزن اتو بریزید و اتو رو به برق بزنید و 4-5 بار دکمه بخار رو فشار بدید تا بخار آب از قسمت کف اتو خارج